با کانال ماجد تیوی ابنشتن رو فراموش نسازید دوستان. انا این مثال را حل کنید. برای حل این مثال با شما 10 ثانیه وقت داده می شود. دوستان من با باوری گفتم میتوانم که بعضی از شما جواب این سوال را رقم 12 میگوید و بعضی دیگرتون رقم 1، ولی هر دوی این ورانت ها هم خطا می باشد. جواب درست این رقم 3 می باشد. اگر برای چی گفته به من سوال دید که ایستادید که در بین رقم های 1 ما جمع یا طرح نمانده ایم، این معنای آن را دارد که در آنجا رقم 1 نبود بلکه رقم 11 و جواب درستش باشد این 3. دوستان و سوال آخرین ما چنین است. انا از این رسم شما دو چیز یخیله را یابید. با شما 10 ثانیه وقت. دوستان دو چیز یخیله در این صورت انا اینها می باشند. انا به شما سوال دوستان. پدر با فرزند خود به راه میبرد و ناگهان اتومبیل آنها به صدمه دچار میآید. پدر در جای حادثه وفات میکند و فرزند را باشد به بیمارخانه میبرند و در وقت جراحی دوستان شخصی میگوید که این فرزند من است. دوستان سوال چطور این گونه شدنش ممکن؟ به شما 10 ثانیه وقت. در اصل دوستان جوابی سوال خیلی آسان است. شخصی که فرزندی من گفته است و مادر پسر است. دوستم اگر تو سوال جواب را یافته باشی از تو لایک، اگر نیافته باشی زیق نشو. در دوام ویدیو ما با تو با سوال ها میدهیم. دوستان عزیز سوال نوبتی ما چنین است. مرد در روز بارانی به کوچه میبراید. در دست او نه چتر بود و نه سرپوش، ولی هنگامی که او به خانه میآید در سر او یگان موهایش تر نبود. دقت سوال چطور این خیل شدنش ممکن است؟ شما میتوانید که ویدیو را با پاوز مانده جوابش را یابید. دوستان تنها در یک حالت موی آدم تر نشدنش ممکن است که اگر آدمی به کوچه برآمده به موی باشد، انیقترش کال. دوستان اگر به شما ویدیو معقول شده باشد لایک و ابونه